خواهر عزیز و ارجمند ما، فرزند دلبند و نور چشم ما، سرکار خانم فاطمه شیرازی از دختران عزیز و ارجمند این سرزمین مقدس اسلامی است که با همت والا و قابل تحسین مادر فداکار خیش که او نیز از معلمین قرآن کریم است موفق به حفظ کل قرآن کریم شده است. ضمن تشکر از حضور ایشان در این محفل با شکوه قرآنی از فاطمه خانم عزیز تقاضا می کنم ضمن معرفی کامل خود بفرمایند که در چه مقطعی تحصیل می کنند و در طول چه مدتی موفق شدن قرآن کریم رو حفظ کنند. سلام علیکم. علیکم السلام. فرارسیدن سال روز بعثت پیامبر عالی مقام اسلام حضرت محمد مصطفی رو اللهم صل علی محمد و آل محمد به دلدادگان قرآن و اطراع تبریک و تهنیت عرض میکنم. من فاطمه شیرازی هستم، 9 سالمه، حافظ کل قرآن کریم و در کلاس سوم در دبستان شهدای مؤتلفه اسلامی مشغول به تحصیل هستم. آفرین بر شما. فاطمه خانم ممکنه بفرمایید که در طول چه مدتی سرکار موفق شدید قرآن رو حفظ کنید؟ من از 3 سالگی حفظ قرآن رو شروع کردم. در سن 7 سالگی هم حفظ قرآن رو به پایان رسوندم. مدت حفظم 3 سال و نیم طول کشید. احسنتون. اگر اجازه بفرمایید من سوالی رو از قرآن کریم از سرکار مطرح کنم و سپس از محضر تنیچند از اساتید بزرگوار استدعا کنیم که سوالاتی رو از جناب عالی مطرح کنند. اجازه می‌فرمایید؟ بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. احسنتی. صلوات ختم فرمایید. ما شاء الله. يا أستاذ دكتور أحمد نعينة تفضل بفضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ما شاء الله. صلوات ختم فرمایید.
يا أستاذ محمد عبد الوهاب طنطاوي، تفضل يا عزيزي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. استجیر بالله. ما شاء الله. صلواتی ختم فرمایید. لله الحمد. اجازه بفرمایید آخرین سوال رو دعوت کنیم از داور محترم و استاد عزیز و ارجمند اعزامی از کشور عربستان سعودی، جناب استاد دکتر نبیل بن محمد آل اسماعیل. تفضل یا حبیبی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصامه في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله. صلواتی ختم فرمایید. آفرین بر فاطمه خانم عزیز. خواهش میکنم که برای دریافت هدیه متبرکه قرآنی خودتون از دست پربرکت مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران زحمت بکشید. ببخشید حضرت سلیمه، اگه اجازه بفرمایید مطلب رو میخواستم عنوان کنم. در خدمت سرکار هستم. البته به موازات رعایت ادب و احترام هدیه متبرکه قرآنی رو که زحمت کشیدین قبول میکنم، ولی در همینجا با کسب اجازه از محضر محترم شما و مقام محترم ریاست جمهور و همچنین محضر مبارک نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و حضرت آیت الله گلپایگانی هدیه متبرکه قرآنی خودم را به کودکان مظلوم و مهنت کشیده افغانستان هدیه میکنم تا اینکه اونها بدونن که قلب مادر سینه فقط و فقط به یاد خدا و مظلومان میتپد. آفرین بر شما. ما چگونه باید از بزرگی و کرامت دختران عزیزشون شما سپاسگزاری کنیم؟
لطفاً همین نیت خالصی رو که اعلام کردید اجرا بفرمایید و شرفیاب بشید به محضر مبارک حضرت ریاست جمهوری. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم و برای ملت مظلوم، بیگناه و بیدفاع افغانستان، مسلمانان عزیز و ارجمندی که قربانیان توطئه ناجوانمردانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار هستند، آرزوی نصرت و عظمت و پیروزی میکنیم. صلواتی ختم فرمایید.